کاکا جان سلام علیکم. مونده نباشیم. خوبیم؟ خیریت؟ سعادتمندیم؟ اول خوبه؟ اشته هستیم. جان شما جوره؟ بخیریم؟ بخیر هستیم. زنده باشیم. میشه نام شریف خود بگین؟ بله، عطا محمد فرزند غلام نبی عقاری پروانه ولس ولی اینجی. به به به. اینجا چی کار میکنین؟ اینجا دیغونی میکنیم. خب این زمینه شما نه؟ بله این از بود. خب اینا رو چی بکشتیم کاکا؟ اینا فعلا پیاز سبست و پالوز همیته چیزای از این به بعد به خیر نیت دارین که زردک و شلغم بکار. خب پالز هم هست ها؟ پالز هم هست. بسیار خوب. حال ما این کجا بریم؟ حال ما این بریم بالاتر زمینی گورونیم برای زردک آماده کنیم انشاءالله. زردک حالا که زردکار بکنیم کی به دست میایه؟ انشاءالله رحمان با برج نو. با برج نو. بله با برج قیس زمستینی 4 ماه بعد. 4 ماه بعد. خب بسیار خوب. این زمین ها اشتنه بسیار کاکا زمین ها سرسبز معلوم میشه. چی رقمه؟ اویه این زمین اویه کریز داره، ملک شخصیه، دولتی نیه. میفهمم. یعنی میگم نتیجه خوبه داده؟ نه نتیجه بعد نیه. رزیم از الله. این سالایی که سال میایه انشالله خوبه. الهی شکر الهی شکر. کاکا جان کلا چند جریب زمین داریم خود شما؟ خود من از خود شخصی 5 جریب زمین. 5 جریب شخصی؟ شخصی. الهی شکر الهی شکر. کاکا مولدری چی داریم؟ مولدری که چیز ما نداریم. بازی برادر هر کدوم 10 تا گوسفند دارم. ما بعضا داریم بعضا نداریم. همه نداریم. خب این کندی گورونیه؟ بله این کندی گورونیه. بسیار خب کاکا جان وقت شما نمیگیرم. بریم خیر به جلوی شما باشه به هر جا که میری. ما این کمک کنم خود شما. جان شما جور خدا شما زنده. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. آستا بیاین دوستای نازنین میریم اونجا بریم. من هزوم بار میکنم بالا چاروا سعی کنیم هزوم رو بلی چی ما همراه ما باشیم. السلام علیکم. مونده نباشین کاکا جان. خوبین؟ خیریت؟ بخیرین؟ سعادتمندیم؟ جان شما جور شما خوبین لالا؟ اشته هستیم. خیریت؟ بخیریم. کاکا چی بار کردین؟ همین چوها گولا هفته و گردش بار کردیم. خب اینا رو به خونه میبرین؟ بله میبریم خونه کاتیش کنیم. به به. کاکا می گوسفندکا شما نه؟ همین 4 تا گوسفندیم هم رمه بودیم سال و علف نبود گوسفندا لاغره. همین پالیز مالش کو خود جمع کردیم که لاش کنیم. همینا جلد همین جلگ ملنگ کوی بخوره. خب آخه اینا که پیازا رو میخوره؟ نه واسه که ولی موسم خر خو بار کنیم. همین گوسفندا همین سگا جمع کرد گوسفندا رم کرد به همین پیازا هم. اینجا بدرد میکنه تا پیازا نه. اینا عجب زنگولا داره کاکا. واسه که برنامه بوده دیگه بیا اونای دیگه رمرو میکنه درینگ کنه چپون خبر شه. خب شما مردم 4 بیتی خوندن خیلی بلده. من حالا با ما یک 4 بیتی بخونیم. یک 4 بیتی بخونم؟ که بیننده‌مون خیلی خوش داره. بیخی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنم. بله. پدر خوبه که ما در نازنینه برادر میوهی روی زمینه برادر و قطریم دیگر بدانه که آخر مردن زیر زمینه. به به. این 4 بیتی بنا میچری یاره علی شیری خدا دل دل سواره علی شیری خدا یا شای مردان نگاداری همه پروردگاره یکی را پادشاه کردی خدا جان هزاران را گدا کردی خدا جان امام حسن که فرزند علی بود
شهید کربلا کردی خدا جان پدر جانم شهید پاک شد که چشم مادرم گو خیلی نمناک شد این دولت بی سرم اجتماع بود جوانم آباد در خاک شد پدر جانم شهید افلاق شدی میمان عزیز خالق پاک شدی همه گل سر زدم و از خاک ببیرن آیا تو چی گل بودمی که بازری خاک شده جیدان در وطنم خانه داره برنگ گل به مثل لال داره شهید شدم گل جوانی شهید در پیری پروانه داره یک چک چک هم افتخار نه و بسیار تشکر ماما بسیار تشکر با شما برو این گوسپندار بگردانم که همه پیازار بخورم بچه‌ها میگردونم نه من میگردونم من بیترتر چکیه بریم بابا گوسپندار برم صبر کنید که ما برم چکی های مرد شما بخوریم مانده نباشین کاکا زنده باشین اول شما خوبه؟ خوبیم الحمدلله سلامت باشین اسم خودم میگیم؟ چرا نمیگم مهندسو کاکا جو کجا میریم؟ میریم که چنگ علافی بکنیم من گوسپندا اینا چیه کاکا؟ اینا پشکیل گوسپند جمع کردن که آتش کنیم آها بسیار خوب زمین خود دارین کاکا؟ بلیو چند جریب؟ تقریبا 5 جریب 5 جریب به چی بکشتیم کاکا؟ حالا که پالیس بود و بانجون و پیاز بانجون و پیاز بعد حالی زردک بکاریم و شلغم خوب شلغم آخه کاکا چیز بیارزشی از زردک چرا اینا رو میکاریم؟ ای بابا داخل نمیدونم که زردک و شلغم به دوایی میخورم میفهمم یعنی به زحمت ها شما میارزه دیگه چیکار کنیم دیگه چی بکاریم کاکا چند ساله هستیم؟ تقریبا 66 ساله 66 به 66 کاکا چند ساله بودین کاکا که عروسی کردیم؟ 16 ساله 16 ساله یعنی 50 سال پیش یعنی 50 سال پیش بیشتر کمتر 50 سال پیش کاکا چند پیشکش شما بود بیاد شما نه 60,000 بله پول حال چند میشه پول حال خیلی یک 6,000 میشه دیگه درسته کاکا عروسی شما چی بود اگ نونیو شوروا بود شوروا موتر هم گل زدیم نه بابا وقت اسب بود
اسب گل زده؟ با اسب سوار میشدم، عروس دماد سوار میکردم، یک دماد جلو سوار میکردم، اسبی عروس رم بره. 2 تا اسب. به نظر شما کاکا زمان قدیم بیترتر بیده یا حاله؟ دیگه به نظر سعی کنین نظر قدیم بیتر بکاری میتر بود. مردم بیدردی و بیرنجی هم زیاد. بیدردی و بیرنجی درسته؟ حال رنج و مصرف زیادی. راست میگم کاکا. چند اولاد داریم کاکا؟ اولاد مال خدا ما 10 تا به خاک کردم. بابا ایلا؟ 2 تا دختر دارن که نمارس کردی. 10 اولاد در شما فت کردن؟ چند خانم داشتی؟ یکی. جور و سعدمند باشین کاکا جو. شما نمیله خود ما. شما خود ما بریم آخی. تیار و خوشحال باشین. باشین. سلامت باشیم جان شما جور. با خدا. خیر بینیم. تشکر. بخیر باشین بخیر باشین. دوستای خوب نازنین آمدیم به سر پالیزا به کنار دوستا جوانا برادرها که زحمت کشیدم. جا شما بسیار خیلی انا اینجا خربیزا و اندونه شکستم ما که خدایی به زحمت ناروادار نبودیم. لالا از کاروبار بگیم، از پالیزا بگیم، از اندونه خربیزا بگیم، روز چند من میفروشیم؟ قبلا خوب بود ولی نمیخرم هیچ. روز 20 من 30 من 40 من. خب این دونار من چندم؟ این دونا به هفته هم هست چریت یخه؟ نه اینجا قبلا اینو جلوتر ندیم برشم از سایه به هفته بگه گرم شو کل ماین. نه به خدا یخه. یخه. اون شما برداریم بخوریم. اگه گفتین که اینا بس میانه یخه نه میگم می هفته این دونر پست کنیم بگذاریم به هفته یختر میشه. راسته؟ خب برادرها چه کارا شما نه؟ ما دیوار ما پرونه سنه برادر که سمت بوی قسمتی پیش خر بزگا که بخودم با من رو شد. خب بله این پالیزا شما نه؟ بله پالیزا از خب کلا معلومه ما شما چند جریبی یا اینجا جریبی نیه؟ نه اینجا پلپل هر که 1000 نفر. خب از شما میشه 1-2 جریبی؟ نه نمیشه یک جریبی شاید میشه. خب این دونار گفته من چند نمیدیم این دونار میفروشیم؟ من 30 ریال میدم. 30 خربزا 30 40 ارقام برابرم مرتکب تنی خوب بیزی هم میدیم. من 5 ریال هم میدم. دوستای نازنین بسیار این دونا شیرین. اینجا یک خوبی داره که این دونا کمک او بیشتر داره چون دیگه داش گفته میشه. درسته؟ بله. خب اون لالا از شما بغیر عمل با ما چون دور تعصب کرده شیشتی. شما چه کار میکنین کاکا؟ ما همین خربزه میفروشیم. به والد داریم. کاکا از صبح چند منو بفروختیم؟ طول دستاف نکردیم. اندونه بیشتر فروش داره یا خربزه؟ فرقی نمیکنه هر کس خوشی داره. خب نه میفهم که یعنی به فروختن خربزه بیشتر میخرم. خربزه بیشتر میخرم. کاکا میگم خربزه ایتا مزیر بسیار بر رقم چیزی فایده نداره. اندونه به مریض میگم اندونه بدیم، خربزه میگم به اسونی نخوریم. این گپ راسته؟ شاید هم راست باشه دیگه. اینایی که تشخیص دادم دکترای اینو 15 سال سن ده شما تو تشخیص ندادین. ما 10 سال نخورم. بگیریم این دونه شما بخوریم هم کرا. ببخشیم برا. لالا چه کاری شما نه؟ چکوکا من. خب شیری کم خود شما؟ نه گم ندارم. این عدی میرنج گم میفروشم. برارم به مثل ما به روز چند نفر مفخور پیدا میشه؟ خیلی خیلی مصاب بود. فایده شما را ما خوردیم. گپونه فایده خیلی میکنه. از تاخیر حساب میکنی. خدای پاک بام کاروبار شما رونق بده. ما از اینجا هم تک پشت میگردانیم میریم. خدا کنه که مشتری برز کم هر چی که اینجا این دونه خربزه داریم همه تمام شه. به خاطر که شما آدمای
مهمون نوازیم، خوش اخلاق. با خونه هم میتونیم. کمک نه خاله، با خونه روای نمیده. ایت روز عروسی بکردین کنی؟ خب ایت روز شده باشه که دست مادر به چال لط خورده باشه لالا؟ نه دیگه لط نه. گردن من بعد من لط خوردم. باور میکنی؟ خوشته. البته به شوخی چپات بخور. توی دیگه هم لغت میخورم. خب لالا بغیر از این پالزا باغ زمین دیگه مالداری نداریم. چند تا گاو گوسفند داریم؟ گاو 200 تای داریم. ما گوسفند نداریم. گوسفند نداریم ما. چند سال هستی؟ اینجا دیکون هم داریم. سندمه بیاشی و جمعه میتون چند سال. خربزه بدم برای شما. خربزه آقا بگیریم بخوریم. بیاین. اینا رو واسه ما شکستونه. واسه شما بشکستون دیگه. بگو بسم الله. این خربزه واسه شما شکستون دیگه. دیگه رفیق نداریم داخل مطاع. بچیم هم میگه شکران. ها. بچیم خجالتیه. بیا بریم بیا. چرا شما پررو بچی شما خجالتی اشتنه این چی رقم میشه؟ با خدا برار اگه شما بازیم چی بگم؟ او تحصیل کرد مال صنف 13 ساله چند میشه؟ صنف 6 و 7 هسته. او دیگه باز میگه مفت با کار نیه که آدم هر جا بره چیزی مفت بخوره. یه دیگه مفت که دیگه شما صدا میکنه شما دوست داره که میره شما خیلی خیر بینیم برو. او تلفاق با کمکی واسطه به جلو کامره نماده تاله خجالت میکشه. کاکا جان السلام علیکم مانده نباشیم. اشتریم کاکا جو سعدمندیم جان شما جوره اول خوبه پیارم بخیریم جان شما جوره الحمدلله سعدمند هستیم شکر الهی شکر مریض خستی کنیم نه میرم خدا تیت یارم الهی شکر اسم شریف شما کاکا خاک عبدالله خب کاکا جان چند ساله ایم؟ با شما معلوم استند من 135 135 ها 135 ساله 70 و نام خدا کاکا زیاد مسافد هم نشده ملت چی بیده کاکا؟ علت می بود که بقاسی دینیا نشدم راست میگیم وقت مقام دینی خوردم قرب خوری ندادم راست میگیم روزگار بچلون تو راست میگیم کاکا جان چند اولاد داریم؟ اولاد مال خدا 8 تا نام خدا 5 دختر 3 پسر 3 پسر از یک عروسی؟ نه دو عروسی داشتیم خب کاکا جان خانم اول شما چه کاری شما نه خانم دیومی چه کاری شما نه خانم اول ما دختر بچه‌مون پیر بود خب خانم دیومی معمورقه بود خب از ولایت قلنو ولسوالی مرغه به بسیار خوب کاکا به یاد شما نه کاکا که چند از شما پول گرفتم اون وقت قران بود فکر کنم از ما 70,000 قران 70,000 قران یعنی 35,000 روپیه خب 35,000 روپیه حال چند نمیشه حالی او وقت هم 30 روپیه بده دگالی هم درسته بسیار خوب کاکا جان خوشحال شدیم از دیدن شما یک 4 بیتی به ما نمیخونیم 4 بیتی خون به نیم به خدا بسیار خوب کاکا عروسی شما شوروا بود پلو بود اول ما شوروا بود شوروا دیومی کاکا دیومی هم شوروا بود خب به دیومی چند پیشکش دادیم به دیومی پیشکش ندادم دختر موخی کردم دختر خود موخی کردیم بسیار خوب خوشحال شدیم کاکا جان بسیار تشکر از شما
چاشت نمیرین خود ما؟ شما چاشتن خونی ما نزدیک. بسیار. نون، آب، چای. همه چیز همه است. چیز میرابین خدا و مادر. کاکا اینجا همیشه میته باده. نه ولی اگر امسال میتو باده خوش. بخل کور کامور. سعادتمند باشین کاکا. بخیر باشین. جان شما جور. سلامت باشین. زنده باشین. سلامت باشین. به خدا عروسی میگم. میفهم. کاکا جا خودمانم میفهم. خیر بینیم. تشکر. همه چیز است. خیر بینیم. دست نمی گرد خاکا بعضاب نیم شما؟ خیلی بعضاب. خونه شما خیلی دیوال نداره. واقعا خیلی کار زندگی میکنیم اینجا. کما که مشکل تر از بابت باد اینا درسته؟ بله خیلی باد داره. رباط سنگی همیشه میرقمه؟ همیشه اینجا به خصوص رباط مرزا. اینجا برای کما که سرترم به برج شهر هسته. بله. زمستونا چی رقمه؟ زمستون اینجا خیلی سرد. خیلی سرد. خیلی سرد. هر چی فکر کنی سرد. کاروبار شما مردم چیه؟ کاروبار ما دیگانه. دیگه کاروبار امسال متاسفانه خود کشت کارم نشد. مالداری هم داریم؟ بله. خب خود شما خود چند دانه گوسفند دارید؟ من یک دانه گو دارم دیگه بسم الله. با این بوشد بنیام مالداری؟ بسیار خوب. مکتب هم داریم اینجی؟ بله. خب به 4 درس میخونم. بله. بسیار خوب. چه گذر نفوس اینجا زندگی میکنه؟ من 300 خونه است. 300 خونه. بله. همه کار بار اینا دیگونیه. بله. خب امسال اشتنه چون رودم برای شما نزدیکه نتیجه خوب کشتا بداده؟ امسال متاسفانه هیچ نداد. چرا؟ 14 ساعت کش کردیم 1 ساعت ور نداشت. بابا ایلا به خاطر او نبیده؟ بله بارندگی نشد. به مو خاطره؟ بله. خب در کنار دیگونی دیگه شغل وظیفی دیکندری هم داره؟ هیچ هم میگم ایران میرم ویزا میگیرم ایران میرم میان کارو دیگه هیچ کاری اینجا نیست. راست میگی؟ بله. بسیار متاسفانه خب ویزا الان واسه. میتونه. جوونا بیکار است که نام. راست میگی. تو صنف چند مکتب خونده؟ من تا 14. به. یاری آفرین به شما. تشکر از شما. جور و سعادتمند باشین. چاشت خود ما نمیریم؟ برای خود ما بریم تا نون تیاره. چی تیار کردیم چاشت؟ خدا هست همین تا نون آماده هست. میفهمم. من میفهمم خیر بینیم. میگم یعنی چاش چی تیار کردیم؟ غذا محلی شما بیشتر چیه اینجا؟ غذا محلی ما بیشتر زمستون قلور تروش و قلور شیر قروت اینا. خب بازی وقت هست همین برنج و گوشت لند اینا هست. سلاته. بله. خربزه دو. اینا نیه. گرماس هم نیه. گرماس هست. تشکر از شما. خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. دوستای خوب ناظرین خدا کنه از برنامه امروز ما لذت برده باشیم. از برنامه کوچه به کوچه از کانال طنز نعیم جانو فقط خاص به خاطر شما دوستان آمدیم. یک چیزی ما به شما میگم، ما یک برنامه هم داریم به داخل همین برنامه کوچه به کوچه به می کانال. دوستا اگر برادران لطفی بکنم، ما به می قشلاقا که میاییم، به می ولسولیا میاییم، مردم بسیار ناتوان، مردم ضعیفی، مردم مریض اینجا هستم. شماره زیرنویس میدیم هر برادری که از خیر خو برای از این مسکینا، چون ما یک برنامه خیری هم انشاءالله آماده کردیم و به خدمت همین دوستان میریم. اگر لطفی بکنیم برادرایی که شما که خصوصا به کشورهای خارجیم، خدا واسه
بلگ سبز توفه درویش. به هر مسکینی که شما کمک کنیم، اگر 500 کیلومتر هم از منطقه ما دور باشه، ما پس به جلو می کامره میایم، همو پولی که شما میدیم یا مواد غذایی که به این مسکینا کمک میکنیم برای شما، برای از اینا میاریم که خدای پاک برای شما بازرت و آخرت مزد بده. بسیار تشکر از شما که تا این لحظه وقت خود گذاشتیم، به ورسولی زیبای رباط سنگی آماده بودیم، به خدمت شما بودیم. دوستا شما، فامیلا شما حتما به داخل همین قلعه بودم، به می جمعیت بودم. خدا کنه که یک خاطره تازه کرده باشیم. بسیار تشکر از شما دوستا. حتما حیات شما نره. هر برادر که کمک کنه، بازم دوباره میگم ما به جلوی دوربین به خدمت اینا میاریم، تقدیم میکنیم. خیر ببینیم. خدا نگهدار شما تا به صبح. فردا شو بخیر. خب